یه روز عراقی فرمانده عراقی از این بازی‌های ما خوشش اومد، گفت ما حاضریم با شما بازی بکنیم، ولی در این قالب. گفتیم در چه قالب؟ گفت ما به عنوان تیم ملی عراق، شما در قالب تیم ملی ایران. حالا ما تماشاگرم تعیین کرده بودیم، با شعارهای مختلف لیدر براشون گذاشتیم، گزارشگر گذاشته بودیم. شعارهایی هم که از قبل تعیین شده داشتن شعار میدادن. جو خیلی عالی شده بود. تیم عراق اومد توی زمین خودشو گرم کنه. همه بدنها مایچه، این پاها که نگاه می‌کردی با سوت داور بازی شروع شد. در این همه شعارهایی که ما میدادن، بچهای ما میدادن، تماشاگرها ایران چی کارش کرده، ایران چه کارش میکنه، دست میزدن ایران ایران. ما تو 15 دقیقه اول 2 تا گل خوردیم. خیلی سخت بود. یه تعویض انجام دادیم. خب گل اول زدیم. گل دوم زدیم، گل سوم، دیگه گل چهارم نیمه اول تموم شد. حالا دیگه شعارهای آنچنانی میدادن. جلو افتادیم، 6 تا بردیم. بلافاصله سوت آمار رو زدن، کارد آوردن، چاقو آوردن، توپو پاره کردن. قبلا آمار رو به صورت اشاره‌ای میگفتن، با انگشت اشاره می‌کردن 1 2 3 4 5. این دفعه یکی از جلو لگد میزد به شکم، اون یکی میزد به گردن با لگد. ما رو انداختن توی به آسایشگاه، در بستن تا ساعت 10 صبح فردا در رو باز نکردن. خیلی جالب بود. گزارشگر بازی وقتی گل 6 زدیم، ادای گزارشگرای عربی رو در آورد، عراقی رو، چون اونا یه دونه گزارشگر بیشتر نداشتن و اون فوش به صدام داد. اگر میفهمیدن شاید اعدامش میکردن یا برای همیشه میرفتن. خیلی جالب بود. یکی از سربازای عراقی اومده بود، فکر کرده بود مثلا این داره ثنای هی میگفت زیان میگفت خیلی خوبه، بعد مکرر میگفت تکرار کنین، بعد این میگفت نه فلان ان شاء الله برای مسابقه بعد میگفت نه